خب سلام میگه که اگه از عربی تا حالا فرار میکردی دنبال راه چاره براش میگردی یه وقت رویت رو نبازی عربی رو یاد میگیریم با عباسی. درود به روی ماهتون. شب امتحان سال 11 عربی 11 رو بزنیم پودر کنیم ببینیم چیا میاد. همه چیشم بهت درس میدم، خیالت راحت. حتی اگر صفر مطلقی این تدریس رو ببینی خیلی رو به جلو حرکت میکنی، استرس و دغدغت برداشته میشه. آقا همیشه در امتحان سوال 1 2 3 4 لغته. معنی لغت مترادف، متضاد، کلمه غریبت و جمع و مفرد. اینا حفظی از لغت‌های درس 1 تا 7 شروع میکنید حفظ کردن. راجع به لغت، آقا لغت فقط واژگان بعد از متن درس نیست، حین متن درس، تمرین ها، هر جمله عربی که در درس 1 تا درس 7 میبینی، حتی پاورقی ها رو باید بخونی چون از اونها ممکنه سوال تر بشه. سوال بعدی بچه ها، سوال بعدی این هم حفظی، فقط حواستون به نکات ترجمه‌ای قواعدی باید باشه. مثلا یک چیزی مثل کانه اومده با مضارع، نگی می نویسد، باید بگی می نوشت. چرا؟ چون کانه با مضارع ماضی استمراری معنی میده. در ادامه میخونیم. لن اومده آینده منفی، کانه با ماضی اومده ماضی بعید. پس هم حفظیه که از متن درس و تمرین های حواست فقط به درست معنی کردن فعل ها باید باشه که زمان فعل رو اشتباه معنی نکنی. اینم از این. آقا تا اینجا حفظیه، تا اینجا بیشتر با شماست. سوال 6 با منه. بریم. سوال 6 رو چجوری حل میکنم عباسی؟ سوال 6 رو نمیری از اول تا آخر معنی بکنی، مقایسه میکنی. مؤمنان شبیهن، فقط تنها. آقا فقط تنها هم معنیه، یادت باش، شبیهن. بر خدا توکل میکنن، باید بر خدا توکل کنن. این یه دونه باید داره و این نداره. این فعلش توکل کننده، اصطلاحاً مضارع التزامیه، چون معادل توکل بکننده. مضارع التزامی فعلی که در فارسی با ب میاد، حتی بش مثل اینجا میتونه حذف بشه به خاطر راحتی تلفظ. پس این التزامیه، اما این مضارع اخباریه. از کجا میتونم بفهم بچه؟ فل هر جا ببینم ول با مضارع و فل با مضارع، این لعا معنی باید میدن و این مضارع هایی هم که اینجا داری میشه مضارع التزامی. برو بریم. باید درس بخونه، باید درس بخونی، پس اینو داشته باش. یعنی با ب معنی میشه. جواب میشه 2. حالا پایینیه مقایسه، راضی شدن، راضی ساختن. این کلمه از این معنیه. اگه معنیشو بلد نیستی مهم نیستش بچه. ارضا میشه راضی ساختن. اما حالا مردم هدفیست که به دست آورده نمیشه، به دست نمی آوری. نکته بچه، فعلی که با میشود معنی میشه یا با شد داره معنی میشه، این به مجهول اشاره میکنه. یعنی اون جمله مجهول، اون فعل مجهول، فاعلی ندارد. اما فعلی که با میشود و اینا نیست میشه معلوم، یعنی فاعل داره. حالا از کجا متوجه بشم؟ لا تدرک میشه به دست آورده نمیشود، یا حالا معنی به دست آوردن در این جمله. از کجا بفهم مجهوله یا نه؟ بچه همه فعل ها معلومن مگر اینکه این صداها رو داشته باشن. به نام خدا تدریس فعل مجهول داری دیگه. در حین تدریس، در حین حلمون دارم بهت درس میدم. مضارع ها یک چیزی مثل یکتبو، این یک فعل عادیه. همه فعل ها در حالت نرمال میگیم معلومن. یکتبو میشه او می نویسد. ای خدا این چرا اینجوری میشه؟ می نویسد. قلم دیگه بزنیم چجوری. اگر این بخواد مجهول بشه، اولش صدای او و یکی مونده به آخر اون فعل یا دومین حرف اصلی اون فعل، جفتشون به یه آدرس میرسه. کتبه 3 حرف اصلی، دومین حرف میشه ت. یا یکی مونده به آخر میشه، این به آخریه، یکی مونده به آخر میشه ت. باید صدای ا داشته باشه. او و ا میشه مجهول، مضارع مجهول.
می نویسد معنی نمیده، میشه فلان چیز نوشته می شود. پس فعلهای مجهول مضارع رو با می شود معنی میکنیم. حله. به من دستمال برسونین، دستمال کاغذی نداریم، ولش کن ولش کن ولش کن، بریم ادامه. عرض به حضورت آقا ماضی مجهولم توضیح بده عباسی. من یه دونه اینجا جزوه باز بکنم، جزوه دستنویس دوست دارم، از این جزوه ها رو، چون خیلی جزوه های تر و تمیز شب امتحانی میشن معمولا. خب ماضی مجهول اولش صدای او داره مثل مضارع ها، فقط این یکی مونده با آخرش صدای ا داره. او ا میشه ماضی مجهول. بنو بیاد. مرسی. خب برو بریم، با بچه ها نداریم، خیلی راحتیم. خب آقا مثلا یه چیزی مثل کتبه، این میشه نوشت. فعل‌ها در حالت نرمال چه ماضی چه مضارع گفتیم معلومن، مگر اینکه این صداها رو داشته باشن. تو ماضی ها این صدا، تو مضارع ها اون صدا. پس کتبه تبدیل میشه به کتبه، میشه نوشته شد. ماضی مجهول رو با شد معنی میکنم، مضارع مجهول رو با میشود معنی میکنم. به این دقت کن. ردیفه مضارع هم که اونور نوشتم. خب آقا لا تدرک مضارعشون تینا داره، فعلی که ت یه نون الف داره اولش میشه مضارع. دارم صفر مطلق فرض میکنم، دارم برای دانش آموزی میگم که حس میکنم اصلا هیچی از عربی نمیدونه، میخوام با این تدریس بیاد بالا قضیه واسش. پس اگرم این نکات رو میدونی دمت گرم، با ما همراهی کن، در ادامه ممکنه چیزای جدیدتر رو هم یاد بگیریم. برو بریم. لا تدرک میشه به دست آورده نمیشود، چون مضارعیه که با او اومده. من یه نکته خیلی سریع بهت بگم و ازش رد شم. آقا ماضی یه ماشین داره، فقط واسه این که یادت بمونه سر امتحان قاطی نکنی. ماضی یه ماشین داره فولکس مجهول با صدای او ا. مضارع با او ا بود دیگه، درسته؟ مضارع ماشینش پرشه است. او ا. یه ماضی داریم با ماشین فولکس مجهول میشه با صدای او ا. مضارع ماشینش پرشه است، اونم مجهول میشه با صدای او ا. شد میشود. تمام. بریم بعدی. سوال بعدی سوال جای خالی از تمرین های کتاب بچه ها، بیشتر جنبه حفظی داره، فقط در خلالش معنی فعل ها و اینا رو حواست باشه. یک چیزی مثل کانه با یلعبون مثلا میشه ماضی استمراری، بازی میکنند غلطه، بازی میکردن درسته، و به همین منوال این بیشتر جنبه حفظی داره. من از این میگذرم، اما بریم سراغ سوال 8. سوال 8 ترجمه فعله که 100% در امتحان بچه های تجربی ریاضی و انسانی می آید. نکاتش اینجوری: شما باید صیغه فعل بلد باشی، یعنی ببینی این فعل برای کی به کار می رود، و نکات ترجمه فعل بلد باشی. حالا صیغه فعل هم وقتی اینا رو تو جمله به کار میبره، عقبش یا جلوش یه ضمیر یا یه اسم میاره براتون که شما بفهمی برای کی داره به کار میره اون فعل، کننده کار اون فعل کیه. قد حرم کی، خدا. پس راجع به خدا میخوام صحبت بکنم، اون فعل خدا انجام داده. حالا یه سری از مثلا فعل ها عقب جلوشون اسمی نیست که شما بخواید متوجه بشین. اینا رو از کجا میفهمم؟ بچه ها صیغه فعل و جدولش رو اینجا ما داریم. این مشکیا ضمیران، این قرمزا ماضیان، اینا رو باید کداشو حفظ بکنی. آقا مثلا او مذکر میشه هو، ماضی شعری ذهب، مضارع شعری یذهب. پیشنهادم این اول ضمیرا رو حفظ کنی، هو هما هم هی هما اون انت انتم انتم، اینجوری بری پایین تا صیغه 14 انا نحن. بعد بیای ماضیاشو حفظ کنی. تو ماضی کد آخر فعلا رو باید بلد باشین بچه‌ها. اگه یک فعلی مثلا واو و الف میگیره،
مثل ذهبو برای هم کیه؟ آنهای مذکر. اگه یه فعلی مثلا بهت میده مثل کتبو، چون بو مثل اینه واو و الف داره، میشه آنها نوشتن، ذهبو آنها رفتن. پس تو ماضی ها آخرش رو باید بلد باشی، تو مضارع ها هم اولش رو یاد بگیر که چی اومده، هم آخرش رو. یه تریک بهتون بگم واسه این که تو مضارع ها راحت تر اولش رو حفظ کنی. بچه ها دسته بندیمون رو ببینید، 6 تا غایبن، 6 تا مخاطبن، 2 تا هم متکلم. حالا آقا من تو مضارع ها هم اول یعنی تینا رو باید حفظ کنم، هم آخرش رو. یکم سخت میشه. ببین یه ال بکش، یه ال، یعنی این سه تا و این یه دارن، بقیه هر چی مونده ت داره. دوتای آخری هم یعنی انا و نحنو. تو مضارع ها انا مگه انا داره؟ اینم ا رو انتخاب میکنه، میشه انا اذهب. از این ور نحنو نون داره، اینم نون رو انتخاب میکنه. تموم شده رفت. به همین راحتی. پس یه ال میکشی، اینا یه دارن، بقیهشون هر چی داره ت داره. آخریه انا اذهب، نحنو نذهب. اینجوری رمزگذاری بکنی. حالا از این گذشته، پس اینجا بچه بیشتر دیگه با شما، اینو دیگه نمیتونیم مثلا بشیم دونه دونه با هم بررسی بکنیم. من مخاطب این حرفم رفقاییه که دارن از حالا کانال های دیگه، از یوتیوب و آپارات ما رو تماشا میکنن. بچه های دوره های عربیتمون که این فایل در پنلشون هم الان هست و دارن میبینن، درود به شرفتون. در جلسه 0 ما این کدها رو قشنگ براتون شکافتیم و توضیح دادیم، چه تو ماضی، چه تو مضارع و چه تو امر. بریم ادامه. قد حرمه. نکته، قد با ماضی بیاد بچه ها ماضی نقلی معنی میکنیم. رفت میشه ماضی ساده. همه فعل ها ذهب و اینا، کتب خرج، اینا ماضی سادن. اگه قد پشتشون بیاد میشه ماضی نقلی. ماضی نقلی در فارسی فعلیه که با است معنی میده. رفته است، نوشته است، رفته ام رفته، ای رفته از و الی آخر. قد حرمه راجب خدا میشه خدا حرام کرده است. بعدی بچه ها قد ماضی نقلی میشه، قد با مضارع گاهی. اینجا قد با مضارع اومده. از کجا فهمیدم؟ این تینا داره مضارع است. پس میشه، بعد واسه نحنو هم هست، میشه گاهی می نویسیم یا شاید بنویسیم. تمام. پس قد ماضی نقلی میشه، قد با مضارع گاهی. قد ماضی نقلی میشه، قد با مضارع گاهی یا شاید. اوکی. طلاب سو سوفه بر سر فعل مضارع معنی آینده میده، معنی خواهد میده. دانش آموزان سوفه گستم اون گوش خواهند داد. تمام. یا گوش خواهند کرد. تو ساعدنی. نگاه کن راجب کیه؟ راجب مقاله است. میگه مقاله کمک، فعل مضارع عادی آورده از کمک کردن. میگه مقاله کمک میکند. فقط بچه ها هر موقع یه دونه نکره داریم درس جدید، بعدش فعل اومده، اون فعل میاد توضیح بده نکره رو، بهش میگیم جمله بعد از نکره یا اصطلاحاً جمله وصفیه. فقط بچه ها این که معنی میشه. خب اولش که معنی میشه؟ میگه مقاله ای رو به دست آوردم که، پس اول جمله بعد از نکرمون یه که میذاریم. معنی این فعله که بعد از نکره اومده به قبل از نکره وصله. اگر ماضی بیاد اینجا و اینجا هم مضارع بیاد، این میشه ماضی استمراری. پس تو ساعدنی میشه کمک میکرد. حالا این از نظر معنی. ماضی استمراری فعلیه که با می میاد به گذشته اشاره میکنه. میرفت، می نوشتند که قبلا. این با مضارع اشتباه گرفته نشه. عباسی درس میدهد الان.
دیروز عباسی در کلاس درس میداد. این گذشته است. تمام. حالا پس ماضی مضارع داشته باشی، اینو باید ماضی استمراری معنی میکنی. میشه کمک میکرد. یه دونه هم نی تهش داره، دقت کن. یه دونه نی داریم اینجا. آقا این نی داستانش چیه؟ بچه ها وقتی که نی ته فعل میاد اضافه میشه، اون نون رو بهش میگیم نون وقایه و این یه هم معنی مفعولی من میده. من را، به من، از من. یکی از این سه حالت. پس این یه معنی من را، به من، از من میده. هر کدوم بهتر معنی شد. کمک میکرد من را. اینجا من را بهتر معنی میده. پس به دست آوردم مقاله رو که کمک میکرد من را در فهم متن ها. آقا این از این. سوال بعدی، نوع فعل ها. نهی، ماضی، مضارع، امر. بچه ها انفقو، انفاق کنید، از تمرین های کتابه. این میشه امر. رزقنا، یک فعلی که اولش تینا نداره، پس این ماضیه. یأتی، این مضارع است، تینا داره دیگه. آقا اینا اصلا فعل نیستن ها. هر کلمه ای که تنوین داره اسمه. لا بیعون، این اسمه. لا بر سر اسم اومده، پس نه نهی میسازه نه مضارع منفی. این یک داستانیه که اصلا در آینده میخونید، پس من اینو اشتباه نگیرم، از اینا رد میشم. لا تکتبی، بچه ها لا به اضافه تکتبی نشده. هر موقع لا با مضارع میاد، من اینجا درسنامه‌ش رو بنویسم. بابا بی خیال دیگه، حالا همینجا خوبه. هر موقع لا با مضارع اومد، ته مضارع او داشت یا نون داشت، اینو بهش میگیم لای نفی یا اصطلاحاً مضارع منفی. مثل لا یذهبو، میشه او نمی رود. لا یذهبون میشه آنها نمی روند. این مضارع منفیه، نمی معنی میده. اگر لا با مضارع بیاد، تهش ساکن باشه یا نونش حذف شده باشه، یکی دیگه هم من بهت میگم، و یا صدای ا گرفته باشه. مثال لا یذهب میشه نباید بنویسد. لا یکتب، این ا گرفته. یا لا یکتبو، ببین اینجا نون حذف شده، اینجا ساکن، اینجا هم ا. این سه تا بهشون میگی فعل نهی، امر منفی. به این لایه میگن لایه نهی. پس کل این فعل میشه امر منفی. پس این میشه او نباید بنویسد. چرا من اینو نباید بنویسد معنی کردم؟ این میشه نباید برود. لا یکتبو میشه نباید آنها بنویسند. اوکی شد. پس این امر منفی و بالایی مضارع منفیه. بچه ها لا تکتبی که اینجا داریم میبینیم، لا با مضارع تهش نون رو برداشته شده، لا تکتبی. پس این فعل نهیه، میشه ننویس. پایینیه. اسم مکان، اسم تفصیل و اینا رو میگه پیدا بکن. آقا اسم مکان اسمایی که بر وزن مفعل، مفعل، مفعلت میان یا بر وزن مفاعل. ما دارن اولشون، خب، و به جایی هم اشاره میکنن، معنی مکان میدن. مثلا از بین اینها متجر که معنی مغازه میده میشه اسم مکان. آها. حالا اسم تفصیل افعل و فولا، افعل و افعا. اینجوری بذار همینجا. آقا افعل، فعلا،
مثل اکبر و کبرا، نانای اصغر و صغرا که همه شنیدیم، معنی تر و ترین هم میدن اسمای تفصیل. افل، آقا افل مثل اشد، یعنی اسمی که اولش ا داره تهش هم تشدید داره. یا افعا، افعا مثل اقوا، اعلا و الی آخر. افعل و فعلا، افعل و افعا، افعل و فعلا، افعل و افعا، افعل و فعلا، افعل و افعا. اینجوری حفظ کنید. حالا اسم فاعلم بر وزن فاعل موع، مثل کاتب، را، زر، یا اینا اسم فاعلن، یا اولشون با مو میاد، یکی مونده با آخرشون صدای معلم، موع، محلل، مدبر، مشاهد. بعد با انده معنی میده. مشاهد میشه بیننده. اوکی. توی اینا اطول میشه اسم تفصیل، چون بر وزن افعل میشه طویل ترین درختان. از این ورم متکلم مو دارم با این اسم فاعلمونه. این هم از این. آقا عدد اربع میشه 4 و سمانون. هر موقع عددی، اینو میشه هم من داشته باشی، هر موقع عددی اونه و اینه گرفته 10 تاییه. مثلا سمانی میشه 8، سمانون 10 تاییش میشه 80، یعنی ضرب در 10. خب 4 و 80 میشه 84، زائد میشه به اضافه، ناقص میشه منها. اینو داشته باش. فی هم بیاد میشه ضرب در. 84 به اضافه 16 16 مساویه با چنده؟ مساویه با 100. اوکی. میگه ترجمه کن بر حسب قواعد جمله بعد از نکره. منظورش اینه یه نکره پیدا کن. آقا اسم نکره چی بود؟ اسم نکره اسمیه که تهش تنوین داره. نکره میشه ان اون. حالا اینو با ای یا یک معنی میکردیم. مثلا میشه علمی، طالبون میشه دانش آموزی یا یک دانش آموز. بچه ها میگه خدایا پناه میبرم، قطعا من پناه میبرم به تو از علمی که من فقط این تیکر رو من می نویسم، چون وقتمون مقدار محدودی، میخوام وقت از دست ندیم و شما سریع داستان رو بفهمین دیگه. نمی نویسم همه رو. عباسی این تایمی که گذاشتی واسه توضیح دادم می نوشتی، به نظر من زودتر می رسیدی. نه خب اینو دارم میگم برای بقیه هم اینجوری دیگه. علمی که سود نمیرساند. علمی که، این که مهمه. خب خدای پناه میبرم به تو از علمی که سود نمیرساند. از تمرین های کتابتون هست دقیقاً. خب عرض به حضورتون که سوال 13 میگه اینا رو بگو کدوم درسته. بچه ها ما یک سری چیزا داریم به اسم حروف ناسبه. حتی نمی‌نویسه اینجا. حتی، لکی، کی، ل، ان. بابا بیا دیگه. پشت فعل مضارع میان. مضارع باید التزامی معنی بده، یعنی با به معنی میده. حالا ان معنی که میده، بقیهشون تا یا برای این که معنی میدن. بچه ها به مجموع اینها میگیم حروف ناسبه. حتی، لکی، کی، لعن، اینا حروف ناسبن. ان معنیه که میده، بقیهشون تا. حتی، لکی، کی، لعن، اینا حروف ناسبن. ان معنیه که میده، بقیهشون تا. برو بریم. کتب تأخیر بیاندازد.
با مضارع لناید معنیش میشه نخواهد. با مضارع لناید معنیش میشه نخواهد. معنیش میشه نخواهد. اوکی. بعد تو میتونی رمز گذاری کنی که این نه داره اینم نون داره، پس اینا شبیه هم هستن. بچه ها ل با مضارع ساکن بود میشه باید. اگر ا بود میشه تا. پس سری. خب ل با مضارع اگر ساکن بود میشه باید، مثل لیذهب میشه باید برود. اگرم ا داشتم اینو بگیر. به این ا میگن کسره عارضی. فعلا در این موقعیت کوتاه جاش نیست بخوام توضیح بیشتر بدم. فقط ساکن و ا باشه، حتی باشه لیذهب به، بازم میشه لی باید. به اصطلاح هم به این میگن لی امر یا جازمه. اسمش اینه. اوکی. ل با مضارع تهش صدای ا داشته باشه، این دیگه استثنا نداره ها. خب فقط ا. اگه ا داشته باشه این ل معنی تا میده. پس لیذهب میشه تا برود. حالا ل با مضارع تهش ساکن میشه باید. جواب گزینه یک. پایینی لم بیاد با مضارع ماضی منفی میاره. بگو لم بیاد با مضارع ماضی منفی. خانوم گلای خانوم گل برام سخت تحمل، قدمات روی چشمام. بریم بعدی. لم بیاد با مضارع ماضی منفی میاره. ماضی منفی نقلی یا ساده. یعنی چی؟ نرفت، این ساده است. نرفته است، این نقلیه. آره اینا میتونه برای لم معنی بشه. نمیرفت، این دیگه ماضی استمراری، اینو دیگه نمیتونه معنی کنه. فقط ماضی منفی ساده یا ماضی منفی نقلی. لم بیاد با مضارع نمیدانستند ماضی استمراری منفی. غلط. نمیدانند مضارع منفی که بی خیال. ندانسته اند ماضی منفی نقلی. همینه. بریم بعدی. به میگه داداش اینا رو معنی کن. علی برو بریم. جالسه از هم نشینی کردن. ان اومده، حتی لکی کیل ان، اینا حروف ناسبن. معنی که میده، بقیهشون تا. این معنیه که. بچه ها تجالسو فقط پوینتش اینه که بدونی واسه کی به کارته. صیغه فعل باشه. اینو بهت بگم، تجالسو اون نبوده که نونو حذف کرده. چراش مهم نیست. حروف ناسبه میتونن نونو حذف کنن، حتی لکی و اینا. میتونه تغییر بده تای فعل. مهم نیست برای تو. فقط چش دادت کنه. اگر ان اومده، حالا اینجا مضارع با واو و الف میبینی، بدون واو و نونه. خب برای چی؟ چرا این میگه عباسی؟ واسه اینکه ببینی ت داره با اونه. خب این کد برای کیه؟ برای کدوم فعله؟ این کد برای فعل اینه، تذهبونه. ت با اونه برای کیه؟ برای انتم. انتم کیه؟ انتم میشه شماها. شمای اینا، شمای مذکر مخاطب. تموم شد. شما. پس تو این فعل رو برای شما معنی کن. میخواهید که همنشینی بکنید. اوکی. الطالب لا یجالس. بچه لا با مضارع تهش ساکنه، میشه لای نهی. دانش آموز چی؟ نباید بنشیند. استرجع پس گرفتن. لکی، حتی لکی کی، لئن، اینا حروف ناسبن. ان معنی که میده، بقیهشون تا نسترجع برای نحنوه، تا پس بگیریم. به ای دانش آموز، لا تسترجعین. لا با مضارع نون داره. وقتی او یا نون داشته باشه یعنی فقط مضارع منفیه.
میشه ای دانش آموز پس نمیگیری؟ کنتو قد استلمتو. بچه ها داستان کانه، بریم سری کانه رو جمع و جور کنیم که این کانه برای ما مهمه. خب کانه با ماضی، بچه ها کانه با ماضی بینشون قد هم میتونه بیاید و میتونه نیاید. کانه خودش معنی بود میده، ولی وقتی در ادامش ماضی میاد بودش رو میده به این ماضیه. در نهایت باعث میشه این فعل ماضی بعید معنی بشه. مثلا ذهب خودش میشه رفت، اما کان ذهب میشه رفته بود. کانه اومده با ماضی بودشو داده به ماضی. کانه بیاد با ماضی بودشو میده به ماضی. کانه اومده با ماضی بودشو میده به ماضی. اینو حفظ کن. کانه بیاد با ماضی بودشو میده به ماضی. حالا خب یه لحظه من اینو اوکی. بریم بچه پشت صحنه یه چیزی هماهنگ کردیم. اگر کانه اومد با مضارع رفقا، اینو یه دونه ویدیو هم بگیری رفقای بچهای پیج اینستاگراممون هم ببینن. درود به رفقای اینستاگرام. اگر رفقای اینستاگرامی در اینجا هستن درود به شرفتون. کانه با مضارع اومده، یه چیزی مثل یذهبو میشه میرود، اما وقتی پشتش کانه بیاد، کانه یذهبو، کانه بیاد با مضارع ماضی استمراریه. ماضی استمراری معنی میده میشه میرفت، کی گذشته. پس اینو میگی ماضی استمراری. بچه ها یه چیز دیگرم باید بهتون بگم. جان من اینو گوش. آقا اگر کانه اومد، کانه بعدش ل اومد یا کانه بعدش انده اومد، ل و انده رو ببینی تو باش با هم میدن معنی داشت. مثلا کانه لی میشه من داشتم، البته کنتولی من داشتم مهم نیست. کانه اندی بازم میشه من داشتم. اگر بگه اندکه میشه تو داشتی. اگر بگه اندنا میشه ما داشتیم. پس اینو حواست باشه. لو انده رو ببینی تو باش، یعنی با کانه با هم میدن معنی داشت. بریم سراغ سوال امتحان نهایی. آقا کنتو قد استلمتو. بگی اینو بگی بذار رفقامون داشته باشن. کنتو قد استلمتو، کانه اومده با ماضی، گفتیم بینشون قد هم اهمیتی نداره. استلمتو برای انه، پس من دریافت. کانه بیاد با ماضی بودشو میده به ماضی، دریافت کرده بودم. این درسته. یک کانه تستلم میشه او دریافت. کانه بیاد با مضارع ماضی استمراریه، دریافت میکرد. عجب. دریافت میکند اشتباهه، دریافت میکرد ماضی استمراری. تمام. خب سوال محل اعرابی. محل اعرابی جاییه که همه شما ایراد دارین. نقش کلمات. برو بریم. آقا اگر اول از همه علامت گذاری ها رو یه دوره سری. مرفوع داریم، منصوب داریم و بگیر. اینا رو اگه میخوای ویدیو بگیری بگیرین، اصلا آزاد. همه بچه ها اینجا آزاد که ویدیو بگیرن. خب مرفوع یعنی اسمی که او، اون، آنه داره یا او نداره. منصوب یعنی اسمی که او، انو، یه و نون داره. مجرور هم اسمی که ا و ان داره. یه و نون هم در مجرور هست، کم کار برده. فعلا یه و نون اصلشو واسه منصوب ببینم. فقط مرفوع رمز بذارم یادمون نره که مرفوع رمزش وانه، یعنی او و اون، آنه و اونه.
رمزو مرفوع مرفوع رمزش وانه. منصوب او ان داره یه ونونم همراشه. بیا منصوب او ان داره یه ونونم همراشه، یعنی همراهش. مجرورم که از جاری بودن میاد، مجرور از جاری میاد، یعنی ا و ان جاری شده رفته زیر کلمه. اینا رو یه لحظه دسته بندیشو دقت کن. حالا عددون اول باید بری سراغ علامت گذاریش، ببینی چی داره، بر حسب اون و جایگاهی که در جمله اومده نقششو بگی. عددون اسم مرفوعه، عددونی که اسم مرفوعه بعد از علفه فعل آمده است. علفه میشه تالیف کرد، از تالیف کردنه. اسمی که مرفوعه بعد از فعل میشه فاعل. اسمی که منصوب وسط جمله اومده که قطعا در جمله فعلیه میاد در سال 11 میشه مفعول. بچه اسمی که مجروره یا پشتش حرف جر اومده یا پشتش اسم بدون ال اومده. خب داستانش، اگه من مجرورم مثل تربیته و پشتم حرف جره میشم مجروره به حرف جر. اگر مجرورم پشتم اسم بدون اله میشه مضافون الیه. تربیته، بریم. تربیته مجال، تربیت ا داره، مجالات اسم بدون ال هست، این میشه مضافون الیه. ولی مجالات ا داره پشتش فیه. بچه ها دقت میکنی؟ فی، این فیش حرف جره، مجالات میشه مجروره به حرف جر. اگرم این دوتا رو با هم میخواست میشد جار و مجرور. آره اینم از این. پایینی اکبر جملمون با اسم شروع شده، اکبر اسم تفصیله، پس این اسمیه است. اسم اول جمله هم که میگیم مبتدا. حالا چیز دیگه نخواست. پایینی دوباره ال داریم، الثقافت. آقا یکی از مهمترین نشانه های اسم بودن کلمات الف و لامه. الثقافت جمله اسمیه داره میسازه، پس ثقافت میشه مبتدا. از اون ور قیمونه اسم هر موقع بعد از مبتدا در ادامش، آقا بلا فاصله حتما، نه در ادامش یکم هم میتونه فاصله بگیره. اسمی اومد ال نداشت و مرفوع بود، قیمون ال نداره، تایش هم اون داره، مرفوعه. پس اینو به عنوان خبر میگیرم. آقا خبر همیشه ال نداره، 99% ال نداره. اوکی، تو با این نکته بری جمع میکنی داستانو برای خودت. یه دونه مثال استثناء داریم که حالا اون خیلی الان مهم نیستش. من الناس، بچه ها این منه حرف جره. اسمی که ا داره پشتش حرف جره رو بهش میگیم مجروره به حرف جر. محل اعرابی داستانش اینجوریه. اوکی. خب عرض به حضور شما آقا، بریم دیگه بقیهش. آقا این لغت حفظی، اینم لغت حفظیه، باید سعی و خطا رو انتخاب بکنی. درک مطلبه که شما معمولا میرید از بالا کپی پیست میکنید میارید پایین. فقط کلمات پرسشی لمازا میشه برای چی یا چرا، و مخففش لمه. اگه لمه هم اومد همون معنی رو میده. مازا معنی چه چیزی میده، عینه معنی کجا میده و هل هم معنی آیا میده. تمام. اوکی میزون ایول. خب آقا بریم یه استراحت یکی دو دقیقه‌ای بکنیم و برگردیم.
رفقا خیلی پر انرژی، بریم سراغ نمونه سوال که نه، سوال نهایی 1403 رشته انسانی در ادامه حل تجربه ریاضی که تمام کردیم، درسنامه هاشو گفتیم. اینجا هم بریم که از درسنامه هایی که از قبلی گفتیم اینجا استفاده کنیم. آقا 1 2 3 4 همیشه طبق روال لغت. سوال 5 که هیچی، معنی ازش من بگذرم. سوال 6 رو گفتیم بهش میپردازیم که ترجمه قواعدی. فروشنده لباس فروش، حالا 290 270 70 و 90 بالا میشه 270 است. سب میشه 7. اگر تسعین بود میشد 90. بچه یه دونه هم ست داریم، میشه 6. ستین و ستون هم میشه 60. حالا چون شما میدونید اگر عدد اونه و اینه بگیره 10 تاییه، یعنی ضرب در 10، ست 6 ستون و ستین میشه 60. رمزگذاری کنیم که اگه میری فروشگاه یه ست لیوان میخوای، یه ست لیوان چند تاییه؟ 6 تاییه. 6 تاییه. پس ست میشه 6، تسع میشه 9 و سبع هم میشه 7 که سبع اون و سبع این میشه 70. سبع از اسبوع میاد، اسبوع میشه هفته، سبع هم از اسبوع میاد، 7 معنی میده. اینجوری رمزگذاری کنیم. خب پس جواب شد دومیه. کلمه این نگفتم نمیگویم، خود این نگفتم نمیگویم. ما قلتو، ما ماضی. آقا این ماضی منفیه، پس میشه نگفتم، زیرا چیزی درباره آن نمیدانستم نمیدانم. کانه با مضارع اومده. آقا من از کجا بفهمم این مضارع است؟ 1 لا همیشه با مضارع میاد، پس این کانه با مضارع است. 2 ته فعل مضارع وقتی با آخرین حرف چیزی نچسبه صدای او داره. 3 تینا ا داره دیگه، پس این 3 روش واسه اینکه بفهمیم مضارع است. کانه اومده با مضارع ماضی استمراریه. نمیدانستم گذشته. خیلی دارم یعنی سرعت ضرب در 6 یه جورایی. قلبم دیگه داره اذیت میشه اینقدر سریع داریم چیز میکنیم، ولی چون وقت نداریم میخوام سریع به شما بگم که شما تو تایم کم بتونید نکات رو جمع و جور بکنید که وقت برای لغت داشته باشین. عجب عباسی، مرسی که به فکر ما هستی. قلب با عشق. آره برو بریم جان من، اهمیت بده، قربونت برم. اینا که لغته. یه چیزی رو من اینجا باید به شما بگم. پسری رو دیدم که به سرعت میرفت فقط. ولدن نکره است، بعدش مضارع است، یعنی نکره که بعدش فعل میاد بهش میگیم جمله بعد از نکره یا جمله وصفیه. این اگه مضارع است و این ماضیه، اینو مضارع ماضی استمراری معنی میکنیم. قربون دستخط شلختت برم عباسی واقعا، ولی بچه ها درک میکنن که داری سریع مینویسی. تخته هم ایراد داره یکم. ماضی استمراری. پسری دیدم که به سرعت میرفت، میگذشته. پس ولد. به این نکته ما در کلاس ها در دوره ها میگیم نکته عمو شهرام. عمو شهرام، شهرام شبهره. این شبی که میگن شب نیست، اگه شبه مثل امشب یا آن شب نیست. نکته، اگر اسمی نکره است و در ادامه اومده و ال گرفته، اون الف و لام داره رو میتونیم با این یا آن ترجمه کنیم. واسه همینه پسری دیدم که به سرعت میرفت، پس آن پسر روی زمین افتاد. اینجا آنو میخواد. برو بریم. لا نرفعو. بچه لا با مضارع ته صدای او، پس فقط مضارع منفیه در صیغه نحن، چون نون داره میشه بالا نمیبریم. اصنع، اینو دیگه همه میدونن، فعل امر دیگه. ا داره و تهش ساکن، یا او داشته باشه تهش ساکن، مثل اکتب میشه بنویس. ایول.
اسنع. اسنع میشه بساز. اخواتی سوف یرجعن. سوف برتر فعل مضارع میشه خواهد، میشه به باز خواهند گشت. خیلی ادبی گفتم. بر خواهند گشت. جفتش هم یه معنی میده. مهم اینه که سوف معنی خواهد بده. از کجا میفهمم آقا این برای آنها، هم برای اخوات خواهرانه و هم یه و نه در جدول صیغه هایی که اونجا هست. این در کانال تلگراممون هست. تو استوری ها هم من استوری میکنم حتما. چون یه با نداره برای آنها، برای هنه، آنهای خانوم. اوکی. لا با مضارع تهش واو و نون داشته، نونشو برداشته، میشه لای نه. میشه ننویسید. ننویسید روی آثار تاریخی. ممنوعه نوشتن دیدن صورتی که سال هاست مایه ننگ. برو بریم. یک، انا و زمیلی جای خالی. سوالای جای خالی فعل رو به چه شکل میتونیم حل بکنیم؟ رفقای تجربه ریاضی هم اینو باید بخونن، بلد باشن. البته که یه مقدار راحت تره برای رفقای تجربه ریاضی. خب یعنی دیگه داستان صیغه رو نمیارن خیلی براتون، ولی اینو گوش کنید شما هم لطفا. ببین داستان یا سر زمان فعله، مثل اینجا ماضی، این آینده یا مستقبل منفیه. لم بیاد با مضارع ماضی منفی میاره. فالش خوندی عباسی ولی الان مهم نیست. غدن قید آینده است، فردا. پس از بین این سه تا این انتخاب میشه. قیدا رو مینویسی؟ آره چرا که نه. ببین من خوراکم قید نویسی، از همون اول عباسی قید نویس بودم. برو بریم بچه ها. ببینین قیدهای آینده عربی میشه قدن، میشه اینو ویدیو بگیریم واسه بچه پیج هم میخوام اینو. ممنون ازتون. قدن. قادم میشه آینده. یعنی مثلا میگه الیوم القادم، روز آینده. اگر همچین چیزی ببینی فعل آینده در اونجا خالی میخوای، فعله باید با س بیاد، با سوف بیاد یا با لن بیاد. اما اگر قید ماضی دیدم، قیدهای گذشته ماضی، قیدهای ماضی یه چیزی مثل امس، دیروز، الیوم الماضی یا الاسبوع الماضی، یعنی روز گذشته. خب اینجوری اگر باشه باید ماضی انتخاب بکنم، یا فعل ماضی یا مثلا ما به اضافه ماضی که میشه ماضی منفی، یا خود ماضی ذهب کتب و اینا، یا لم بیاده و مضارع ماضی منفی میاره. این هم حواست باشه. یعنی اگه اینجا امس بود که دیروز، هم این میتونست درست باشه که ذهب فعل ماضیه، هم لم نذهب میتونست درست باشه. جفتش هم اوکی بود. خب والدتی جای خالی بچه ها قید نیورده، پس احتمالا داستان سر صیغه فعله. چون قید نیورده داستان صیغه فعله. والدت مؤنث، اشتغل فعل ماضیه واسه مذکره. اگه میخواست مؤنث باشه تی ساکن میگرفت، اشتغلت. سیشتغل این تو مضارع ها برای مذکره، تشتغل برای مؤنثه. میگه مادرم کار میکنه در مؤسسه فرهنگی. عرض به حضورت اریدو، میخوام. جای خالی ترجمه متن. بچه ها میخوام اینجا دیگه باید معنی کنم. میخوام که بنویسم ترجمه متن، میخوام ننوشتم ترجمه متن، میخوام مینویسم ترجمه متن. اینجا که میذاریم، میخوام که بنویسم. و آخری ان جای خالی کسی نه تصل الی هدفک.
اگه تلاش نکنی، تلاش نکردی، اگر تلاش کردی یا تلاش بکنی بسیار میرسی به هدفت. اینا لحنش منفیه، به درد نمیخوره. جواب آخری. تمام. خب اسم تفصیل و اینا رو میگه پیدا بکنیم. بچه علام اسم مبالغه است، چون اسمایی که بر وزن فعال یا بر وزن فعالت باشن میشن مبالغه و معنی صفت بسیار هم میده. بذار ببینم این سبزی که نوشتم معلومه قشنگ. آره اوکیه. خب باشه، بچه ها باید ببینن، بچه ها نباید استرس بکشن در این شبای امتحان. پس این مبالغه است. این ور معربت، بچه ها الف و لام نمیگیرم، تگردم نمیگیرم دیگه، واسه یه وزن شناسی اضافه ها رو میریزم دود. صدای آخر کلمات برای وزن شناسی به حساب نمیاد. این نکته مهمیه. معرب این میشه اسم مفعول. اگر موعه باشه اسم فاعله، اگر موعه باشه اسم مفعوله. ببین فاعل موعه، معه داره، مفعول موعه. پس معرب میشه عربی شده، مفعوله. بچه ها اینجا مصنع اسم مکانه که حالا این نگفته، بر وزن مفعل با ما شروع شده، به جای اشاره میکنه، این کارخانه میده. عمال نکته، این نکته چقدر مهمه برای این مدل سوالا، خیلی مهمه، بهش توجه کن. اگر اسمی جمعه مثل عمال، مفردش میکنم، وزنش رو بررسی میکنم. عمال عامل مفردشه، معنی کارگر. عامل بر وزن فاعل، پس این میشه اسم فاعل. پس اسمای جمع ملاکمون مفردشه. ولی یه دونه جایگزین، یه میانبر بخوام بهت بدم، اگر کلمه ای وزنش فعال هست، مثل طلاب فعال، مثل عمال، مثل کفار، بابا بنویس دیگه، مثل کفار و اینا، این وزن معمولا مفردشون بر وزن فاعله، پس بنابراین اسم فاعل محسوب میشن. میتونی کنار ذهنت داشته باشی. اگرم نمیخوای خیلی نکته بندی بکنی، میتونی اینجوری بگی که جمع رو باید مفرد کنم بعد بررسی کنم. و اوسط اسم تفصیل پرتکراری اوسط، یعنی ممکنه برای مثلا بچهای تجربی ریاضی بیاد، میدونی هیچکی کامل نیست، منم اخلاق بد دارم. اوسط افعل، آقا این که افعل نیست، چرا؟ در اصل اوسط خونده میشه، یعنی اوسط، افعل، میانه ترین، فقط شکل خوندنش در نهایت عوض میشه اوسط. پس این تفصیل. بعدی من توکل علی الله، زلت میگه فعل شرط رو پیدا بکن. بچه ادات شرط، فدات شم ادات شرط، بیا فدات شم ادات شرط. مشکی بریم، مشکی. جملات شرط با ادات شرط شروع میشن، بعدشون فعل شرط میاد، در ادامهشون یه چیزی میاد به اسم جواب شرط. جواب شرط یا یه دونه فعل دیگه یه تو جمله بعد از اینا، یا اومده بعدش جمله، از اون جمله تا آخر رو میگیرم جواب شرط. بچه ها این کدوم؟ ان، من، ما، اینما، ازا و واو. این که ساختم لنگش هیچ جا نیک رضا و بنزما. رضا و بنزما فقط واسه یه حفظ اومده، جز اعداد شرط نیست. ان معنی اگر میده، من معنی هر کس میده، ما معنی هر چیز میده، اینما معنی هر جا میده، ازا معنی هرگاه میده. و اگر، ازا دو معنیه، اونا هم که نیستش.
من ما اینما ازا و رضا و بنزما. رضا و بنزما واسه یه حفظ اومده. خب حالا بچه ها بعدش فعل شرط میاد و فعل شرطمون رو به شکل مضارع بالتزامی یعنی با به معنی میکنیم. مثال من یحاول کثیرا ینجح. بچه ها گوش کنید برو بریم. این من ادات شرط اول جمله میاد، بعدش بلا فاصله فعل شرط میاد، اما جواب شرط در ادامهشون میاد. شما باید پیداش بکنید. یا یه فعلیه یا فعلیه که بعدش جمله اومده، از اون جمله رو میگیرم تا آخر جواب شرط. این میشه جواب شرط و این میشه فعل شرط. حالا قرارداد هر موقع فعل شرط و جواب شرط جفتشون فعل بود در کل، اولیه رو مضارع بالتزامی معنی میکنیم. هر کس تلاش بکند با ب بسیار. دومیه رو میخباری یعنی با می معنی میکنیم، موفق میشود. پس اولیه بالتزامی، دومیه میخباری. پس اولیه بالتزامی، دومیه میخباری. هر کس بسیار تلاش بکند موفق می شود. بریم یه دونه دیگه من اینجا بگم بهتون. کجا بودیم؟ انسانی. من توکل، این ادات، این فعل شرط، پس اینو میذاری اینجا ترجمه فعل شرط. هر کس چی؟ هر کس توکل بکند، اولیه بالتزامی، دومیه میخباری. خب واسه همین میگم توکل بکند با به التزامی معنی میکنم. بعدیش میگه ترجمه جمله بعد از نکره پیدا بکنم ایدون. اینم میشه یفره جمله بعدش. بچه هر موقع مضارع باشه با مضارع، این مضارع رو هم مضارع التزامی میتونی معنی کنی هم اخباری میتونی معنی کنی. یوجبونی میشه شگفت زده می کند من را ایدی که یفرح. ببین دیدی ای که معنی کردم چون اول جمله وصفی یه دونه که میخوام. ایدی که شاد میشوند در آن فقرا. آقا ما در امتحان نهایی اینجوری کلمه به کلمه معنی کنیم غلطه. بهتره که وقتی خودت کلمه به کلمه معنی کردی فعل رو بیاری بذاری ته جمله. من را عیدی شگفت زده می کند، میبینی ته جمله بردم، که در آن فقرا شاد میشوند. اینجوری بنویسی بهتره، یعنی احتمال از دست دادن نمره دیگه از بین میره. لن تنالو، لن اومده با مضارع با مضارع لن آید، معنیش میشه نخواهد. لن نخواهد، میبینی نون داره. صیغش هم برای شماه، چون ت با واو و الف واو و نون بوده، انتمه میشه شما. به دست نخواهید آورد. ان یبدلو، ان با مضارع که تغییر بدهند، یه با واو و نون بوده در اصل، برای صیغه هم آنها تغییر بدهند. لا یرجع، لا با مضارع ته ساکن میشه لای نهی، میشه نباید برگردد. لنعمل با مضارع تهش ساکن معنی باید میده، باید عمل کند یا عمل بکند به قرآن. او عمل بکنیم به قرآن. وای نعمل نحنو ما. لم اومده با مضارع ماضی منفی میاره، میگه عمر نکرد، ماندگار نشد. لم اومده با مضارع ماضی منفی معنی کردن. حتی میتونی بگی ماندگار نشده است، چون گفتیم
لمو هم ماضی منفی ساده و هم ماضی منفی نقلی معنی میکنم. بوئسا النبی لیهدی ل با مضارع تهش این دیگه ناسبه است یا همون به معنی تا رو میده، چون گفتیم ل با مضارع ساکن باید، ل با مضارع میشه تا. فرستاده شد پیامبر تا هدایت کند کیو؟ مردم را. به و به به. خب یه لحظه چیز بکنید، ضبط و استوب میزنین که من چیز بکن، پاز بزنید ضبط و قطعش نکنین که من خب یه لایو برم. خب بریم ادامه داستانمون رو میریم. وسط تحلیل برای بچه های رفقای دوره های عربی تیم و البته رفقای عزیز یوتیوب لایو گفتیم بریم. کسی ببینم الان داستان چجوریه، من یه سلام علیک بکنم. سلام به همه رفقای به و به 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 و به به. چه انرژی داریم امروز، الهی به امید تو. بفرمایید. میخوام دوره بکنم، بریم ادامه رو. ما در حین تحلیل سوال 11 انسانی هستیم. بریم. میگه ترجمه کن بر حسب قواعد افعال ناقصه. کانه با ماضی اومده، گفتیم بینشون قد میتواند بیاید و هیچ تأثیری بین این کانه و این نداره، انگار حذفه. کانه بیاد با ماضی، بودشو میده به ماضی، پس میشه دانش آموز نوشته بود خاطرات سفر علمی را. برو بریم. ماضی بعید معنی میده. بچه ها میگه بر حسب معنی افعال ناقصه انتخاب بکنید. میگه بچه ها بعد از بازی پرنشاط هستند. بچه ها بعد از بازی پرنشاط شدند. شدند چون ساره داریم. ساره و اصبح معنی شد، گشت، گردید میده. جواب گزینه 2. دوستی نقاش داشتم و دارم، لئونده رو ببینی تو باش، با هم میدن معنی داشت. کانه ل، کانه انده معنی داشت میداد، پس جواب میشه گزینه 1. محل اعرابی، چیزی که همه ایراد داشتن در پارت قبلی توضیح دادیم با هم، الان ثمراتش رو ببینید. جمله اسمیه اولیه میشه مبتدا چون جمله با اسم شروع شده. آقا بعدیشو بلا فاصله بگیرم خبر، اشتباهه. نه خبر اسمی که ال ندارد و مرفوعه. نور ال داره، خیر اوکی، تهشم او داره، 2 تا شرط رو با هم داشت، پس نور میشه خبر. ابعاد اسم منصوب. آقا در سال 11 منصوبات زیادی شما نخوندید. اسم منصوب وسط جمله میاد میشه مفعول. تمام. کذب او یظهر کذبو، این میشه فاعل. چرا؟ اسمی که مرفوع بعد از فعل آمده میشه فاعل اون جمله. اینو با خبر اشتباه نمیگیرم. خبر در جمله اسمیه میاد، یعنی اول جمله با اس شروع میشه. لسان داره، قبلش هم حرف جر نیومده، پس این میشه مضافون الی. تموم شد و رفت. چقدر خفنه. سوال بعدی میشه لغت. سوال بعدی لغت. سوال 19 درک مطلب که کلمات پرسشیشو یه بار با هم بررسی بکنیم رفقا. متا میشه چه وقت، کی. لمازا گفتیم مخفف شدهش هم میشه لما، میشه چرا. الا عین کجا. کم یعنی چه مقدار، چقدر. و سوال بعدی هم که از
حوارات اومد و عملا حفظیه. این میشه یک شمای کلی تر و تمیز از امتحان نهایی شما. امیدوارم که ردیف بوده باشه. من یه خدافظی بکنم، الان میام لایو قطع نکنین. دمتون گرم. میگه از خدا میخوام نگه داره دمتون رو، از خدا میخوام نگه داره دمتون رو گرم، روز به روز شادی زیاد و غمتون رو کم، قول موفقیت یه روز یه جا میشه بیدار. فعلا خدافظ، به امید دیدار. فقط اگر در یوتیوب این دکمه سابسکرایب یادتون نره و رفقای دوره عربیت هم که قلب منین، دوستتون دارم. همین، مخلصیم، خدافظ. اینو لطفا قطع بکنین، اینو بدید به من. خب دوربینو